شاهکاری‌های ادبیات جهان، بهترین نمونه‌های نظم و نثر جهان. شاهکاری‌های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما. از ارمغان معنوی شاهکاری‌های ادبیات جهان بهره‌مند شوید. شاهکاری‌های ادبیات جهان از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، گفتارمون را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثری نویسنده داغستانی رسول غمزاتف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. گفتار 27. بار از شامل پرسیدند: ایمان بگویی چه خیل شد که داغستانی خردی نیم گشنه عصرهای عصر به دولتهای پر اقتدار مقابلت کرده توانست و بر ضد آنها ایستادگری کرد. 30 سالی دراز بر ضد آق پادشاه پیروز چه خیل مبارزه کرده توانست؟ شامل جواب داد: اگر درون سینه داغستان آتشی محبت و نفرت علنگه نمیزد و هیچگاه به چنین مبارزه تاب آورده نمی توانست. انا همون آتش معجزه ها می آفرید و کارهایی می کرد. انا همون آتش دل داغستان است، یعنی خودی داغستان. خودی من کیستم؟ دوام داد شامل: پسری باغبان از اول دوردست گیمری. من از دیگر آدمان قد بلندتر و سرکیفتر نیستم. در بچگیم تماما سست و لاغر بودم. کلان سالان احوال مرا دیده سری تأسف می جنبانیدن که دور نمی کشم. نام من اول علی، لیکن وقتی کسل شدنم نامم را شامل کردم با امید آنکه دردم هم با نام کهنم از تنم بدر رود. من جهانی بزرگ را ندیدم. من در شهرهای بزرگ تربیه نگرفتم. من صاحبی مال و ملک زیادی هم نبودم. من در مدرسه اولمان خواندم. پدر و مادرم بخر شفتالوی گرمی بار کرده مرا به بازار تیمورخان شوره روان می‌کردند که برده فروشم. من در پیراهای سنگلاخ کوهستان خرکی بسیار راه گشتم. یک روز چنین واقعه روی داد. به این حادثه خیلی وقت شد، لیکن من آن را فراموش نمی کنم و فراموش کردن هم نمی خواهم، چون که در همان لحظه روح من، آتش من بیدار شد. در همان لحظه من شامل شدم. در نزدیکی تیمورخان شوره در یک گروه بچه های شوخ پیش راهم را گرفته مرا مسخره کردنی شدند. یکی کلاهم را از سر گرفته گریخت. دیگرهاشان تا من از قفای بچه کلاه برده سر کردم که باری خری مرا کشاده سبدهای پوری میوه را فراوردن گرفتند. همه آنها سراسیمه شده دست و پا گم کردنی مرا دیده میخندیدند، ذوق میکردند. این شوخی آنها به من نفارید و در دلم آتشی تا هنوز ناعیان در گرفت. از غلاف خنجری دست سفید را کشیدم. بچه کلاه برده را در پایان اول دستگیر کردم. بجوی لایابه افتانیده به گلویش خنجر ماندم. وی بعد این به تولای زاری در آمد: تو به آتش بازی نکن. آن بچه را در جوی لایابه مانده به اطراف نگریستم. بچه هایی که شفتالوهای مرا چاش و پاش کرده بودند به هر طرف گریختند. بعد من به بام خانه نزدیک ترین برآمده بانگ زدم: های بچه ها، اگر نخواهید که شکمتان را آتش خنجری من سوزاند، بارم را چه خیل بود همون طور کردم مانید. شوخ بچه ها کار نکردن که من این گپ را تکرار بکنم. خودی همان روز در بازار چنین گپ موی سفیدها را شنیدم. آوازه این جوان را حالا می شنوی. من کلاهم را به سری ابرو کشیده خری گپدرای خود را خی کرده برا هم رفتم. آیا من جنگ و جنجال را می خواستم؟ خودی آنها مرا به غضب آوردند. از دلم آتش برآوردند. بعد این سالها گذشتم. یک پگاهی در باغمان کار می کردم. آستین برزده از پایان خاکی سیاه گرفته به کوه می برآوردم و به بیخ هر یک درخت می ریختم. خاک را به کلهای کهنه‌ام انداخته می کشاندم. آن وقت تنی من الکی زخم‌ها داشت. این زخم‌ها به من در زد و خوردهای گوناگون رسیده بودند.
همین دم آدمان، کوهستانیان خودمون که از اولهای دیگر حتی از اولهای خیلی دور بودن، به نزدم آمده گفتن که اسبم رو زین زده مسلح شوم. من مسلح شدن نمیخواستم، گپشان رو رد کردم، چون که به من باغبانی 1000 بار بهتر بود تا جنگ. بعد فرستادگان اولها به من گفتن شامیل، اسبای بیگانه از چشمه‌های ما آب میخورند، آدمان بیگانه شمعهای ما را خاموش میکنند، به اسب خودت سوار میشوی یا ما سوارت بکنیم. این رو شنیده مثل آن دفعه که بچه ها از سرم کلاهم را گرفته گریخته و شفتالهایم را ریز و چش کرده مرا رنجانیده بودند، در سینه‌ام آتش علنگه زد. این آتش مانند آن دفعه سوزان و حتی از آن هم سوزانتر بود. من باغ را فراموش کردم، همه را فراموش کردم. آتشی که مرا 25 سال باز کوه به کوه میبرد، نه از باد و باران خاموش میشود، نه از برفی سردی زمستان. اولها آتش میگیرد، دودی آتش از قبط دود و بارود شراره میزند، تمام کفکز میسوزد. آتش ان همین خیل چیز است. حکایت میکنند که در زمانهای قدیم اگر دشمن از سرحد داغستان گذرد، مردم در بالای کوه بلند برابر قدی مناره گلخن می افروختند. این را دیده همه اولها گلخنهای خود را می افروختند. این گلخنها همان ندای شدیدی بودند که کوهستانیان را وادار می نمودند تا سمندهای جنگی خود را سوار شوند. از هر حولی سواره می برآمد، از هر اول دسته تیاره. به دعوت آتش پیاده و سواره می برآمدند تا دمی که گلخنها در کوهها فروزان بودند. پیران و زنان و کودکانی در کوهها مانده می دانستند که دشمن هنوز در حدود داغستان است. چون گلخنها خاموش می گشتند، معلوم می شد که خطر برطرف شده است و به سرزمین اجداد باز امن و امانی آمده است. در تاریخ طولانی کشور خود کوهستانیان بارها وادار شده اند که در تیغه کوهها آتش خطر افروزند. آن آتش‌ها هم بیرق جنگی بودند، هم فرمان. آنها به کوهستانیان به جای تکنیک حاضر زمان رادیو، تلگراف، تلفن خدمت می‌کردند. در پشته کوهها حاضر هم جایهای بی‌درخت و بی‌سبزه نمایانند، گویا در آن جایها گاومیش‌های عظیمی خوابیده باشند. مردم کوهستان میگویند که جایی از همه اعتمادناک برای خنجر غلاف، برای آتش آتشدان، برای مرد خانه. ولی آتش اگر از آتشدان برآمده در تیغه کوه علنگه زند، آنگاه خنجری در غلاف خوابیده خنجر نیست. مردی در نزد آتشدان نشسته مرد نیست. چوپان‌های داغستان وظیفه ها را بین خود بسا قطعی تقسیم کردند. یکی گوسفندها را روزانه می‌چراند، دیگر جای آنها را شبانه گرفته رمه را از گرگ‌ها نگاه می‌دارد. اما در بین آنها آدمی هست که نه به گوسفند سر و کار دارد نه به گرگ. وی وظیفه دار است که آتش را خاموش شدن نگذارد، نگاه دارد. او محافظتگری آتش است. او را نگهبان آتشدار هم میگویند. گفتن ممکن است که این کسب است و کار آدم فقط نگاه داشتن آتش، ولی در دم شب چوپان‌ها حتما چنین آدم را از بین خود انتخاب می نمودند و نگاه داشتن آتش را به او باور کرده می سپاریدند. این کاری ضرور و دشوار است، هم خوراکپزی، هم گرمی، هم لباس خشک، هم روشنایی، هم صحبت، هم تماکو کشی که در هنگام صحبتی به فرجه مردها خیلی ضرور است، همه اش به آتش وابسته. در کازه چوپان‌ها آتشدان نیست، آتش در بیرون می‌سوزد و بنابراین تشویش و زحمتی مخصوص را طلب می‌کند. آتش را هوای ویران، از باد و باران، از برف و طوفان، با کفی دست، با کلاه، با بر دامن برقع محافظت کردن لازم می‌شود. ولی دلاوران و شاعران، حافظان و داستان سرایان، رقاصان و نوازندگان را نیز نگهبان آتش نامیدن ممکن نیست مگر؟ در بین ما بسیار کسانی هستند که در دل آتش جاوید، آتش نظم، آتش روایت، آتش محبت وطن دارند. این آتش را حفظ می نمایند و به دیگران اهدا می کنند. من هم در دل خود شراره این آتش جاوید را احساس می کنم. وظیفه خود نیز می شمارم که این شراره را خاموش گردیدن نمانم.
آن را دامن زنم، مجبور سازم که روشنایی دهد، گرم کند تا کسی از قفای من نمی آمده این آتش را از من قبول کرده به سوی آینده برد. آتش درون سینه را هم مانند آن که خود را از آتش بیرون، آتش مقرری حقیقی احتیاط میکنی، احتیاط کردن لازم. روزهای عید در اولی پس از سرود همیشه هزل و شوخی می شود. پس از موسیقی و رقص صحبت. بعدی سخنهای بلند در وصف آتش اکنون قصه در داغستان جستجو کردن آدمی برفین را حکایت میکنم. یک نوع کارمندان علم به جستجوی کپتر یعنی آدمی برفین آمده به مردم کوهستان تماشای غلطی نشان دادن که خودی من شاهد آن بودم. اورها با آنها گفتند به نزد درغی ها روید، ممکن آدمی کافته گشتگیتان در همان جا زندگی کند. درغی ها در نوبت خود آنها را به نزد لک ها فرستانیدند. لک ها به نزد لزگی ها، لزگی ها به نزد قمیقا، قمیقا به نزد یوغای ها، به بیابان نوغای ها به نزد تبسرن ها. خلاص عالمان تمام داغستان را گشته سرگردان شدند. عاقبت سخت مانده شده در اولی کیکونی منزل کرده. ضمناً پهلوان ما عثمان عبدالرحمنوف در همان اول اقامت دارد. شاید بعضی از خوانندگان این سطرها عثمان را در فیلم جزیره جواهرات دیدند. وی در آن فیلم یک باره 3 نفر را گرفته از صحن کشتی به اقیانوس هوا می‌دهد. واقعاً همین طور شد که اتومبیل آلمان در دریاچه نزد اول کیکونی درماند. آلمان ماشین را پیش تله دادند، قفا تله دادند، اما برآوردن نتوانستند. همین وقت عثمان در بالای بام خود می نشست. وی ناتوانی آدمانی در گرد ماشین جنب الجل کننده را دیده به زمین فرو آمده و آهسته آهسته پهلوانانه قدم زده به نزد آنها رفت. او ماشین را مثل آن که تارتنکی در کاسه سفال روغن‌آلو چسبیده را میگیرند برداشت و به جای خشک برده ماند. آلمان بین خود به پیچیر و مشمش در آمدند. ظاهراً گمان کردند که آدم به یاری آمده باز همان آدمی برفی نباشه. ولی عثمان گپی آنها را پی برده گفت شما بیهوده کافته گشته. ما کوهستانی ها از برف نه، از آتش رویده. اگر در دل من آتش نمی بود ماشین شما را از درون لای چیخیل کشیده می برآوردم. وی این را گفته آرامانه تماکو پیچانیده به فرج سنگ شرر برآورده، قو را آتش داد و پپیراسش را درگیرانده از دهانش یک عالم دود سر داد. فقط بعد این از درون سینه فراخ عثمان بدود آمیخته خنده رعدوار ترکیده برآمد. هنگامی ترمه که چنین گرنباس میزند، هنگامی سنگ ها را چپه و راسته کردنش آب چنین صدا میدهد، هنگامی زمین جنبی کوه ها چنین گلدراز میکنند. ابو طالب این قصه را شنیده چنین علاوه کرد ماشین آدمانی که به این خیلکار بیهوده مشغولند در لای درماندنش ممکن نیست. در هندوستان من عید آتش را تماشا کردم. چی خوش که آدمان چنین عید دارند. به من ارمغان گویان شمع سوزان دادند و من آن را چون سلام مملکتی دوردست به کشوری سنگستانم به داغستانم آوردم. آخر ما بسیار میگوییم سلام آتشین، با آنها سلام آتشین رسانید. شاید زمانی بود که آدمان به جای سلامی در سخن افاده یافته آتش علنگه میفرستادند. آتشی آسوده، آتشی سوختار و جنگ نه، بلکه آتشی آتشدان، آتش گرمی و روشنایی. ما عادت داریم اولهای کوهی شب اولی زمستان، بعضن شب اولی بهار هم در بالای شاخها گلخن مبارک بادی می افروزند. هر اول گلخن می افروزد. این گلخنها از دور می نمایند. اولها از پس کوه و دره و نشیب و فراز رسیدن زمستان یا بهاران را به یکدیگر تبریک می گویند. سلامهای آتشین، آرزوهای آتشین. خودی من در بالای کوهپاره خمیرها که به بالای سری اولی صده خمیده است چون این گلخنها را بارها افروختم. اولین زواد را در داغستان چراغهای داغستان نامیدنشان هم بیگب نیست. اکنون به گلخنها بسیار چراغهای دیگر همراه شدند. پرنده ها در بالای سیمچوبهای برق نیز مانندی بالای درخت بیملال میشینند. کبوتران از چراغهای برقی
بالای شاخه ها نمی روند. باری من سخنرانی بحر خزر را دیدم. یک هفته در آن سوختار را مبچا خاموش کرده نتوانستند. در نزدیکی شهری ایزبارباش روی داده بود. هنگامی که سوختار آهسته آهسته خاموش می شد و نهایت خاموش گردید، این منظره کشتی غرق شونده را به خاطر می آورد. بحری سوزان خاموش گردد ممکن، اما آتشی که درون سینه داغستان زبان میزد هیچگاه خاموش نخواهد شد. آیا آتشی که درون سینه انسان شعله‌ور است آب میخواهد؟ آیا لبانی که از حرارت آتش درون سینه خشکیده سوخته تارس تارس کفیده پرسین بسته‌اند آهسته چنین نمیگویند آب؟ پس آب و آتش همراه یکدیگرند. گپی دوست داشته این مادری من این بود: آتشدان دلی خواند، چشمه دلی ابو. کوه‌ها آتش میخواهند، وادی‌ها آب. داغستان هم از کوه‌ها هم از وادی‌ها عبارت است و هم آتش میخواهد هم آب. اگر آدم هنگامی به راه برآمدن یا از سفر به خانه برگشتن به چشمه کنار اول همچون به آینه نگرد، پس وی در دل محبت، در دل آتش دارد. همین خیلی روایت است. ولی تمام داغستان به آینه شفاف بحر خزر نمی نگرد مگر؟ آیا وی به جوان خوشقامت پرجوش و خروش نو از آب برآمده شباهت ندارد؟ گویا که مردی کوهستانی بر سری چشمه خمیده باشد. داغستانی من به سری بحر خزر خم شده است و سر و لباسش را به ترتیب می آرد، موی لبش را تاب می دهد. در کوهستان چنین دعای بد است: حرام مراد اسبی کسی که آبی چشمه را حرام کرده است. باز بگذار آبی همان چشمه های اطراف حولیت خشک شود. ستایش مردم کوهستان چنین است: از افتش در این اول مردم خوب زندگی میکنند، چشمه و قبرستانش آباد تازه. در کشوری ما به شریف آدمان ففدیده بسیار چشمه و چاه ها کندند. این چاه ها نام آن آدمان را دارند: چشمه علی، چشمه عمر، چای حاجی مراد، چشمه محمود. هنگامی که پگاه به بیگاه دختران کوزه به کتف سری چشمه می روند، جوانان نیز در آنجا حاضر می شوند تا به خود عروس انتخاب بکنند. در سری چشمه ها بسا آتش عشق فروزان رشته عائله های آینده پیوند شده اند. به نام کی سروری من عیانت نیست، بپرس از چشمه تا گوید به نام کیست. شاعر ما محمود همین طور نوشته است: باری هنگامی به کوه رفتنم در نزد چشمه گادسدلی منزل کردم. نگرم مسافری به دو کف آبی زلال می نوشد و هر زمان می گوید واه عجب نعمته. به پیاله نوشید، تکلیف نمودم به او. من با دست پوشک آب نمی خورم، جواب داد مسافر. گپی پدرم همیشه چنین بود: از صدای باران و دریای روان فارمتر موسیقی نیست. از دیدن آب روان و شنیدن صدای آن کس هرگز مانده نمی شود. بهاران هنگام آب شدن برف کوهستان، مادرم جویچه های به جانب وادی جاری شونده را ساعتهای دراز تماشا کرده می نشست. وی هنوز از زمستان چلک ها را تیار کرده می ماند تا که بهاران به زیر ناوه ها گذاشته آبی باران جمع بکند. شغلی دوست داشته من هم در آبی باران پایلوج سلپاس زنان دوتاز کردن بود. ما از باران نترسیده پیش راه جویچه ها را می بستیم تا که آبی باران جمع شده تالاچه ها با وجود آیند. به خود تصور می کنم که پرنده ها هنگامی از کاس سنگ ها خوردن آبی باران چه حلاوتی دارند. شامل به جنگاوران خود می گفت: بگذار دشمن تمام اول را گرفته باشد، تمام کشتزارهای ما را ضبط کرده باشد، اما چشمه حالا در دست ماست و ما غلبه میکنیم. امام سختگیر هنگام هجوم آوردن دسته دشمنان فرمان میداد که پیش از همه چشمه اول محافظت کرده شود. وقتی به دشمن هجوم آوردن خود او فرمان میداد که پیش از همه چشمه را ضبط بکنند. پیشتر اگر خوندار دشمن خود را وقتی در دریا آب بازی کردنش میدید تا وی از آب برآمده مسلح نشود دست نمی رسانید.
ولی من اکثرا عادت دیگری تماما آسایشتر را که به آب وابسته است به خاطر می‌آورم. این عادت خرکی بارانی نام دارد. در تموز روز اندر وادی داغستان بیگپ این طور ننوشتند: گرمای نصف روزی در جایهای ما بعضا خیلی شدتناک می شود و همراه قاق می کند. زمین تارس تارس می کفد. شاخها تنوری تفسان بر این نفس می برارند. درختان پژمرده و کشتزارها خشک می شوند. تمام موجودات، رستنی و گیاها، پرنده و چرنده ها و البته آدمان تشنه آب آسمان، آب باران می شوند. آنگاه پسرکی را از اول یافته با او مانند هندو بچه از علفای در آفتاب پژمرده لباس ساخته می پوشاند. خرکی بارانی انا همین است. خودش بر این بچه ها از گردن این بچه ریسمان بسته تا سری اول کشاله می کنند و چونین سرود می خوانند: خدایا خدایا تو باران فرست که سیراب گردد زمین و زمان، که از نواها آب جاری شود. خدایا خداوند هفت آسمان، برایت بر آسمان ابر و میخ ببار. ای تو باران دم بیدریغ، که در آب تو روی شوید زمین، شود سبز پوش و شود نازنین. ساکنان کلانسال اول همه به کوچه می برایند، به نزد خرکی بارانی تاخته می روند و یکی از کوزه دیگری از تغاره به او آب می پاشند و سرودی بچگان را تکرار نموده می گویند: آمین آمین. یک بار من هم خرکی بارانی شده بودم. به سر من چنان آب بسیاری ریختند که راستی اگر آن را جمع کنند نصف آب باران می شد. اما فلک به سرودهای ما نه همیشه گوش می داد. آفتاب همان می سوزند. آفتاب داغستان ما را گویا با توتی گرم در زمال می کرد. آفتاب باعث غمگینی می گردید. ما آن را آفتاب غم‌آور می نامیدیم. زمین در زیر همین آفتاب غم‌انگیز صدها و هزارها سال می خوابید. اگر اروپا را مثال گیریم، روزهای آفتابی در اول غنوب داغستان بیشترند. اولی صده هم از وی ماندنی ندارد. اولهای دیگر هم آنها را بیکاره تشنگان آب نام ندادند. به یادم میآید که وقتی یک کوزه آب بر دوش و یک کوزه‌چه آب به دست برگشتنش، چهره مادرم خسته می نمود. آب از اول 3 کیلومتر دور بود. به یادم میآید که هنگامی از باران تر شدن زمین، از ناوه‌ها شیر رستنان، شاریدن آب، از آب باران لبریز شدن چلک‌های زیر ناوه‌ها، چهره مادرم می شکفت. به یادم میآید که حبیبت نام همولی پیری قامت بلندی داشته. او هر پگاه با کتف زاغنول برداشته از اول برآمده میرفت و گاه اینجا و گاه آنجای زمین را میکافت. وی به وسوسه آبیابی افتاده بود و همیشه آب میجست. همه میدونست که بیهوده زور میزند، اما کسی چیزی نمیگفت. فقط من که هنوز بچه نادان بودم باری گفتم: بیهوده زور میزنی حبیبت خاله، بیکاره مهنت میکنی، در اینجا آب نیست. بگذرد بچگی چون آب ولی نگذرد بی نشان و بی آثار. ماند از او ترانه های غریب، یاد ماند برای خلق و دیار. بگذرد هم جوانی چون دریا، هرچی بگذشت باز پس ناید. لیک زو قهرمانی خواهد ما، یادگاری که دیر می پاید. شنوندگان عزیز، یادرس می شویم که شما گفتارمان را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزاتوف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان شنیدید. کارگردان موجیگول یوسفووا. پایان گفتار 27.